بادی جهان گردم سر کرده ای صد مردم سین بادی جهان گردم سر کرده ای صد مردم مرهم گاری هر دردم به خاکی وطن ای جم به خاکی وطن ای جم مرهم گاری هر دردم به خاکی وطن ای جم به خاکی وطن ای جم شاهنشاهی شاهانم دنیاست به فرمانم شاهنشاهی شاهانم دنیاست به فرمانم در تختی سلیمانم به خاکی وطن ای جم به خاکی وطن ای جم در تختی سلیمانم به خاکی وطن ای جم به خاکی وطن ای جم سینایی درون بینم سعدی خوشایینم سینایی درون بینم سعدی خوشایینم گر آنم و گر اینم به خاکی وطن ای جم به خاکی وطن ای جم گر آنم و گر اینم به خاکی وطن ای جم به خاکی وطن ای جم گر حاکمی کیهانم در پاگاهی از دانم گر حاکمی کیهانم در پاگاهی از دانم پیغامبری قرآنم به خاکی وطن ای جم به خاکی وطن ای جم پیغمبری قرآنم به خاکی وطن ای جم به خاکی وطن ای جم به خاکی وطن ای جم به خاکی وطن ای جم. درود عرض میکنیم دوستانی عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و مهمونی برنامه امروزه ما چنانه که شما دیدید هنرمند محبوب دکان فاکولته موسیقی سنتی کنسرواتوار ملی تاجیکستان منوچهر برهانوف هستند که ایشان را به برنامه خیر مقدم میگم و برنامه ما با یک ترانه جذاب و زیبا آغاز گردید و خوش آمدید به برنامه. اگر درود پیامی به بیننده ما داشته باشید دستگاه‌های نوآورداری در اختیار شماست، بفرمایید. پیش از همه سلام از میکنیم به کلی بینندگان، به کلی اون نفرانی که عین حال ما را طریق این تلویزیون تماشا کرده ایستادند و بعدا بسیار تشکر برای دعوت به چنین یک برنامه دیدنی و شنیدنی.
خب تشکر زیاد. شما دکانی فاکولته هستید، یک فاکولته و عموما یک مسئولیتی سخت است در برابر اونی که شما به حیث راهبر اونجا فعالیت میکنید، همچنین به کارهای ایجادی مشغول میشوید. عموما این به کار ایجادی شما برای ایجاد کردن، برای سرود آفریدن مانع ایجاد نمیکند؟ البته چخیلی که شما قید کردین، امروز در کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان به نام استاد طلبخوجا ستاروف فعالیت میکنیم. این هم یک سمت کاری ما است، اگر خطا نمیکنیم، چون که در روند تعلیم ما با شاگردان تمرین میکنیم، یعنی مشق میکنیم، ایجاد میکنیم، اثر میآموزونیم. این هم برای ما، برای خود آموزگار هم تمرین است، هم تکرار است، هم تکرار است و هم در رفتی همون درس ها به خود همون هنرمند یا به خود استاد آموزگار چیز پیدا می شود و می تواند که برای صیقل یافتن هنر یا استعداد آموزگار یکم تأثیری منفی رساند. وقتی که آموزگار زیاد تکرار میکنن مثلا سر یک آهنگ رو، یا که من هر بار برای یک بچه اون رو میآموزند، فکر میکنم اون مثل نقش در سنگ میشود در ذهن خودی آموزگار. شما به این جوانی نگاه نکردم، مثلا این مسئولیت رو به دوش گرفتید، سخت نبود؟ من جرأت از کجا پیدا شد؟ راستی بعد تحصیل در کنسرواتوریا، راهبریت کنسرواتوریا به من راحت دادن که شما به حیث آموزگار در کنسرواتوریا میمانید و البته من راضی شدم، چون که آموزگاری پیش از همه یک کسب پر افتخار است، پر شرف است. و ما از سال 2015 یعنی بعد ختم در همین سمت آموزگاری در کنسرواتوریا فعالیت کردم و بعدا سال 2018 راهبریت کنسرواتوریا مرا به حیث دکان فاکولته موسیقی سنتی تاجیک تعیین نمودند. البته در این سمت گویم که در این وظیفه کار کردن به نهایت مشکل است، لیکن ما تا قدری توانایی، تا آن قدری که قابلیت داریم، تا آن قدری که توانایی داریم امروز کار کرده ایستاده‌ایم. خب شما چون با خودتون ایجادکار هستید و با ایجادکاران سر و کار می‌دارید. بله. خودی آموزگاران اونجا ایجادکار هستن و همچنین دانشجویانی که به اونجا میروند، مثلا همین حسی ایجادی در وجودشان هست و هر کس منی خود را دارد و کار کردن با شخصان ایجادکار خیلی سخت است. با آنها باید یک دیپلماتی خاص گفتگو کرد و آنها باید طرز فهمون که آنها نرنجند. خب چگونه اصول ها را استفاده می‌برید؟ البته باید گفت که در کنسرواتوریا بهترین استادان، بهترین هنرمندان سطح جمهوری از قبیل استاد دولتمند خالوف، فیضعلی حسنوف، سید قلبیلالوف، مستانه ارگشه و محرمه شریف زاده، استاد صدالله کریم زاده، میرعلی دوستی زاده و دیگران امروز کار چهره‌های شناخته کشور و بیرون از کشور هستند که امروز ما همراه استادان فعالیت میکنیم و فکر میکنم که در کنسرواتوریا بسیار یک محیط آرام است، محیط آسوده است و یکدیگر فهمی است. امروز با همراهی استادان چیزی که ما در روند کار، در روند تعلیم نمیفهمیم، از استادان میپرسیم، یعنی برای باز هم خوبتر و بهتر کردن فعالیت کاری. واقعا وقتی که این گونه شخصیت ها در این گونه یک بارگاه درس میگویند و برای افتخار است، هم افتخار است و هم برای دانشجویان یک طرزی مثلا به آنها انگیزه میدهد، ایدئال است، چون آنها میدونن که مثلا این گونه شخصیت های موفق و شناخته خب اینجا کار میکنند و برای آنها باز درس میگویند، تلاش میکنند که در پیش آنها مثلا سرخم نباشند و همیشه مثلا سفارش هایی که استادان میدهند سری وقت اجرا کنند. شما تصور کنید که وقتی که دانشجوی کورس یک یا دو در کنسرواتوریا وارد میشد و با چنین استادانی بزرگ برجسته روبرو میگردد، در کدام حالت و گرفتار است با کدام هیجان و خیلی همون دانشجو میداند. و امروز شما میگونه احساس داشتید؟ البته وقتی که ما در کنسرواتوریا سال 2010 وارد گشتیم، داخل گشتیم، یعنی با این استادا روبرو میگشتیم، ما باور که یک حسیات خیلی هم بلند ما رو فرا میگرفت که خاصتا با کی روبرو شدید که میگونه احساس شما رو فرا گرفت؟ مثلا برای کی بیشتر جالب بود برای شما؟ تمام همین استادایی که گفت نامبر کردم در همون دوران درس میگفتند، وقتی که ما روبرو میگشتیم، مثلا روزی که امتحان قبول بود برای ما، استاد دولتمند خالوف، فیضعلی حسنوف، صدالله کریم زاده، دانا بهراموف،
исмоил назириев ино ба ҳайси аъзоёни комиссия қабул буданд дар консерватория. вақте ки мо рӯи саҳна баромадем ва барои аз тахассус яъне асар иҷро кардем, шумо тасаввур кунед ки ман дигар надонистам ки дуруст хондестам ё нодуруст хондестам. дар назари ман на асбоб шунида мешид, на сухан фаҳмо буд, чунки бисёр як ҳаяҷони зиёд шахсан маро фаро мегирад. шахсиятҳои устодони ҳунар рӯбаро мешавӣ ва одам худашро хеле ночиз ҳис мекунад аз ино ки мабодо хатохона, мабодо ҷои иштибоҳ шавад. чунки ҳар як он нафароне ки дар имтиҳон шидагӣ буданд ба ҳайси аъзо аз тамоми нозукиҳои ҳамон асарҳое ки ман бояд иҷро мекардам бохабар буданд. бисёр хавотир будам ки мабодо ягон ҷош хато мешавад ё ки гум мекунам, ягон сарзаниш мешавад, ягон эродои ҷиддӣ мешавад гуфта, ҳамин хеле як ҳаяҷони ҷиддӣ моро фаро мегирифт. баъд чӣ гуна гузашт? не, ман фикр мекунам ки баъд нагузашт, баҳои хуб доданд ва мо сазовори унвони номи донишҷӯӣ гаштем дар консерватория. хуб, ташаккур зиёд. баъд дар бораи донишҷӯ баъдтар суҳбат мекунем. чӣ дастовез дигар доред? сараввал мехостам ки имрӯз ин дастае ки мо ба барномаи фазо яъне иштирок дорем ворид гаштем, ки аксарияти инҳо устодону омӯзгорони ҳунармандоне ҳастанд ки дар кори худ муваффақ ҳастанд, бисёр ҳирфаӣ ҳастанд. бале, имрӯз бо ин як дастаи гӯем мумтози консерватория ки дар факултаи болозикр айни ҳол ба ҳайси омӯзгор ва баъзеашон ба ҳайси донишҷӯ таҳсил мекунанд ширкат варзидем. ман пеш аз ҳама изҳори сипос мегӯям ки имрӯз маро ҳамроҳӣ мекунанд дар ин барнома, ки ҳунарманд бе мутриб, бе навозанда ман фикр мекунам ҳеҷ аст. пару боли ҳунарманд, пару боли сароянда ин яъне ки мутрибон ҳастанд ки имрӯз мутаассифона аксарияти инҳо паси парда мемонанд. ва бо гурӯҳи худ чӣ иҷро мекунед? мехоҳам ки як суруде аз устод файзалӣ ҳасан бо номи ҳайф аст пешкаши бинандагон, пешкаши ҳаводорон бигардонам. хуб, марҳамат. من از به قدری خاری سری دیوار دانستم که کس کس نمیگردد از بالا نشستن ها. اگر دشمن به پا افتد به تعظیمش مشو مغرور کی خم خم رفتنی صیاد بهری قتل مرغان است. کی خم خم رفتنی صیاد بهری قتل مرغان است. هی بر مردمی بینند وطن حیف است، بر قومی به ایراد سخن حیف است. گل در نظرم خار دور از مهر، بر بلبلی به وطن چمن حیف است. گل در نظرم خار دور از مهر، بر بلبلی به وطن چمن حیف است.
شکرانه بجای آر که به دردی به آه دلی خش بودن حیف است به آه دلی خش بودن حیف است در روح و روانی تو غرور نیست بیش از سند بر ملکی خودت حیف است بر مردمی بینند وطن حیف است بر قومی به اراده سخن حیف است گل در نظرم خار دور از مهر بر برده اینا شسته کفن حیف است گل در نظرم خار دور از مهر بر مرده اینا شسته کفن حیف است مرده کی بزنش ندارد مهر راهش به سرای دل زن حیف است راهش به سرای دل زن حیف است در روح و روانی تو غرور نیست بیش از سند بر ملک خودت حیف است بر مردمی بینند وطن حیف است بر قومی به اراده سخن حیف است گل در نظرم خار دور از مهر بر بلبلی به وطن چمن حیف است گل در نظرم خار دور از مهر بر بلبلی به وطن چمن حیف است بر بلبلی به وطن چمن حیف است بر بلبلی به وطن چمن حیف است سپاس برای اجرای یک ترانه پرمضمون و زیبا. چون گفتید از استاد فیضعلی حسن است. بله. ترانه ایشان رو بسیار بازخوانی میکنید؟ بله، ترانه های استاد فیضعلی حسن رو بسیار میخونم. سببش در آن است که در کنسرواتوریا در مدت تحصیل در مدت 5 ساله که در آنجا تحصیل کردم استاد به من درس تخصص میگفتند و خوشبختانه من قریب که تمام رپرتواری استاد فیضعلی حسن رو میدونید؟ بله، از یاد میدونم. خب و شکلی تحصیل نیز عجیب است در کنسرواتوریا از مثلا دانشگاه و مکتب‌های دیگر با کلی فرق دارد. بله. مثلا اونجا تحصیل اونگونه جریان میگیرد که در دیگر مکتب‌ها نمیگیرد. نیست. بله. حتی همین گونه حالت‌هایی است که با یک نفر دانشجو استاد ساعت‌ها کار میکنند. بله. میتواند کمی از اون شکل تحصیل برای ما گفته باشید؟ پیش از همه ما باید قید نماییم که قبول در کنسرواتوریا این بدون با قیدگیری در مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت است و امروز کنسرواتوریا میتواند که مستقل قبول کند. فقط توسط استعداد. توسط استعداد و طبق معیارها باید نفران با کنسرواتوریا جلب گردند که ختم التحصیل مکتب‌های مخصوصی موسیقی باشند یا کالج‌های صنعت. اگر نباشند؟ اگر که ختم کرده چنین مؤسسه‌ها نباشند یا غالب آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من باشند یا اینکه استعداد به نهایت نادر داشته باشند که کنسرواتوریا تواند آنها را استثنا کند و به همون گروه‌هایی که طبق نقشه جای هست
قبول نماید. یعنی اون نفرانی به کنسرواتوار داخل میشن که علاقه زمینه موسیقی دارن. اینجا باید سایقل یابد. بله سایقل یابد، چون که کنسرواتوار نمیتواند بعد می ختم مکتب های میانه گیرد. اون نفرانی که نه اونقدر استعداد خوب دارد، لیکن اگر که گفتم غالبی آزمون جمهوریت تاجیکستان وطن عزیزم باشد، به یگون ممنونیت میتواند حتی طریق صحبت داخل شود به کنسرواتوار و اون نفرانی که لیاقت خوبی نوازندگی و سرایندگی دارند، اینها شاید در نزد کسی تحصیل کردن یا که در جای مثلا شاگرد باشد. مهمش این که سطحش بلند باشد، لیاقتش یعنی لیاقت سنجیده می شود پیش از همه. پیش از همه لیاقت داوطلب به نوبت گرفته می شود. حس شنوایی چگونه سنجیده می شود؟ چگونه مثلا معیارها است که حس شنوایی را میفهم؟ در کمیسیون قبول برای هر یک شعبه، برای هر یک اختصاص یعنی متخصصان وابسته می شوند. در اونجا وقتی که به حیث داوطلب به حیث سراینده عنعنوی میاد، مثلا بخش شش مقام و بخش فلک، اونجا همون متخصص توسط همون اسباب موسیقی یعنی فورتپیانو یا که دمره یا تنبور یا که دایره دیگر اسباب هایی که یعنی که امروز استفاده میبریم، شنوایی اون داوطلب رو میسنجند. خب مثلا چگونه معیارها است؟ من چگونه باید بفهمونم؟ مثلا داوطلب رو میگویند که شما یعنی رویتون رو به اون طرف گردونید، یعنی که به اسباب توجه نکنید و آموزگار با اسباب موسیقی یعنی که فاصله کوارت است، ترسی است، کوینت است، سپتیم است یا که یک آواز، دو آواز، سه آواز، چهار آوازی که میقپد، از داوطلب پرسان میشود که من چند آواز رو در اینجا یعنی که نواختم. بله و اون کس جواب میدهد یا یک آواز یا دو آواز. حتما که دانش موسیقی لازم است برای درک این چیزا. نه، بعضی نفرای هستن که ارسی یعنی که پشتی هستن، اونا درک میکنن این چیزا رو، صرف نظر از اون که مکتب موسیقی خوندگی نیست یا کالج صنعت خوندگی نیست، اونا میشنون یعنی که از خون به خون همین چیز یعنی ارسی گذشتگی است، و حس میکنن و از این امتحان میگذرن. برای هنرمند پیش از همه این همون حسیات است، همون درکی موسیقی است، درک از شنوایی است. این شنوایی در مد اول میستاد. وقتی هنرمند صرف نظر از اون که نوازنده است یا سراینده است، اگر شنوایی نداشته باشد، من فکر میکنم که اون کس موفق نمیشوند. بله، یعنی مهمتر از همه این حسی شنوایی است. بله. حتی شخصان نابینا و مثلا اونایی که زبانشون معیوب هستن که مثلا صحبت کردن نمیتونن، حرف زدن نمیتونن، مهم که حس شنواییشون از اون نفرایی که مثلا معیوب هستن و یا امکانیتی مثلا گپ زدن ندارن، یعنی که آوازخوانی کردن نمیتونن ولی حس دارن از عهده نواختن اسباب ها به خوبی، یعنی که در سطح بلند شاید برآیند. این طور هست. ولی من فکر میکنم نفری که شنوا نیست، یعنی گوش شنوا ندارد، از عهده نواختن از عالم موسیقی بیگانه است. بله، و برای موسیقی یعنی فردی بیگانه می شود. خب تشکر زیاد منوچهر. برای ما باز چی ترانه آوردید؟ ترانه با نام شکرانه که بر متن استاد گلنظر است و آهنگ سرود از استاد فیضعلی حسنوف است. خب مرحمت بفرمایید. من با دو چشم میبینم دل بسته جهانم، من با دو پای به درد روی زمین روانم، چون باری مینت نیست بر دوشی کاروانم، چون باری مینت نیست بر دوشی کاروانم، شکرانه ای تو دارم ای بختی سازگارم، شکرانه ای تو دارم ای بختی سازگارم.
هر صبح زنده گردم از سازی آبشاران چون کبدان چینم از رگی کوه ساران افسرده چون نیم من در بین روزگاران افسرده چون نیم من در بین روزگاران شکرانه تو دارم ای وقتی سازگارم شکرانه تو دارم ای وقتی سازگارم به همدلانی مشفیق خانه نگسترم من به یادی دوستانم راه نبیست برم من به یادی دوستانم راه نبیست برم من چون صاحبی هزاران یار و برادرم من چون صاحبی هزاران یار و برادرم من شکرانه تو دارم ای وقتی سازگارم شکرانه تو دارم ای وقتی سازگارم ای وقتی سازگارم ای وقتی سازگارم. خب سپاس، تشکر زیاد. سلامت باشین. شما قبلا گفتید که بعضی ترانه ها در جریان درس ایجاد می شوند. بله. هنگامی مثلا تمرین، هنگامی مثلا درس گفتن به شاگردان من چگونه ترانه های ایجاد شدن در همین جریان درس؟ شما گفتم میتونید کدام ترانه ها؟ بله، عامل ایجاد ترانه در جریان درس این است که باید نفر هنرمند یعنی پیوسته مشق نماید، مشق کند. مشقی ما چی می شود که همون روند تعلیم ده وقتی که ما با دانشجو صحبت میکنیم، درس میگذاریم، اثر میآموزیم، این برای ما هم مشق می شود، هم برای یک نفر دیگر تعلیم می شود، یعنی که یک چی میآموزد. ما البته در جریان تعلیم اثرهای زیاد ایجاد کرده ایم، خصوصا وقتی که درس تمام می شود با دیگر اودیتوریا میگذارن، یعنی با دیگر درس میروند، برای با دیگر سیمفونا میروند. ما در همون سیمفویی که وابسته ایم، یعنی که در سیمفویی که درس میگذاریم با ایجاد یکم اثر مشغول میشویم که ناگهانی پیدا میشود چیزی. من فکر میکنم بعضی حالت ها همون حالتی که یعنی هنرمند الهام میآید، بعد همون موسیقی یا آهنگ با سرش یا که به همون معنیش جا میشود و میتواند که ایجاد کند. و نفر دیگری هست که سرود میخواند در سر همون اسباب 6 ساعت ها کار میکند، ساعت ها کار میکند، از بین 10-15 اثری که اجرا میکند یکم چیزی نوی پیدا میشود و البته که با همون یعنی که شعر است یا غزل است توأم کار میکند، مشق میکند، یکم چیزی خوبی پیدا کردن ممکن. خود شما چگونه ایجاد میکنید؟ ایجاد هر خیلی از گفتم که من در کنسرواتوریا مثلا چورابینی وقتی که میشوند، چورابینی مثال روزی مادر است، روزی پرچم است، نوروز است، دیگر و هاکذا، ما تصمیم میگیریم که مثلا با خاطر روزی مادران یکم سرود ایجاد کنیم و بعدا در پای همین جستجوی متن میشویم. بعد که متن رو پیدا کردیم بعد از پشتی یعنی که ایجاد یا ساختن همون آهنگ میشویم. نه همه متن سازگار میشود با آهنگ نمیتوانید؟ بله، ما برای همین پیش از همه متن رو انتخاب میکنیم، در همون وزن شعری ما آهنگ ایجاد میکنیم که یعنی که
ба ҳам мувофиқ бошанд ки ба якдигар ҳамин чизо хос бошанд ки нафари бинанда ё шунаванда гӯш мекунад писандаш гардад. хуб аз кадом вақт ҳис кардед ки истеъдоди эҷод кардани оҳангро доред? ростан ҳамун давроне ки дар мактаби мусиқӣ мехондем аз ҳамунҷа шурӯъ шуд ба оҳангсозӣ ва аз ҳамун давра фикр мекунам дар муддати 5 соле ки дар мактаби мусиқӣ хондам зиёда аз 6-7 сурудоро эҷод кардам, хусусан дар васфи модар, дар васфи ватан, дар васфи наврӯз ва албатта имрӯз ин иқдомро идома дода истодаем. ба ғайр аз худатон боз ба киё тақдим мекунед оҳангро? ҳар кас ки хоҳиш дорад пурсон мешавад. бале албатта пешниҳод кардагӣ ҳастем чандин шогирдода, ҳатто бо ҳамроҳии ансамбле ки имрӯз дар консерватория таълим мегиранд, бо ҳамроҳии курсҳои 1, 2, 3, 4 ки вобаста ҳастанд дар ансамбл, мо дар чандин чорабиниҳои сатҳи ҷумҳурӣ бо суруду оҳангҳои наве ки эҷод кардем рафта иштирок кардагӣ ҳастем. خب تشکر زیاد. من بار دیگر کلی شما را خوش آمدید میگویم. خیانم حضور شما به برنامه ما نور و صفا آورد و ما لذت بردیم از حضور شما، از ترانه‌هایی که در برنامه امروزه فضا اجرا کرده و به انتهای برنامه نیز رسیدیم. در آخر برنامه چی ترانه پیشنهاد می‌کنید؟ در آخر برنامه یک ترانه بر متن استاد لایق شیرالی است. مؤلف آهنگ استاد فیضعلی حسنوف است. سرود نام دارد زندگی. تشکر زیاد. و دوستان عزیز همینجا به انتهای برنامه امروزه فضا رسیدیم. به شما روزگاری خوش و بی‌غم رو تمنا داریم و با یک ترانه زندگی برنامه ما به اتمام میرسد. دیدم دل رزه های کی ردیفی دل نشد، صاحب عنوان فزون دیدم یک فاضل نشد. زندگی گر استادی ما توی به پرده گو، از چی شاگردان یک مکتب همه عاقل نشد. زندگی گر استادی ما توی به پرده گو، از چی شاگردان یک مکتب همه عاقل نشد. عاشق اندر سری پیمان ز دنیا بگذرد، شاعری به دار دل با جان شیدا بگذرد، شاعری به دار دل با جان شیدا بگذرد. زندگی گر رهبری مایی چرا تر دامنه، پای تر ناکرده از گردابی دریا بگذرد. زندگی گر رهبری مایی چرا تر دامنه، پای تر ناکرده از گردابی دریا بگذرد. چابلوس نوجوان مرد قسم ها بشکند، نشکند
کلاه اما دلی ما بشکند نشکند طرفی کلاه اما دلی ما بشکند زندگی گردآور یک روی باشی پس چرا ابله از بام افتد گردنی ما بشکند زندگی گردآور یک روی باشی پس چرا ابله از بام افتد گردنی ما بشکند ابله از بام افتد گردنی ما بشکند